با گذشت ایام و تحکیم استقلال روحیه ایدانه و تنتنه‌های جشنی فضای کشوری صاحب استقبالمان را فرا گرفته و آن همه مشکلات و معماها پس سر گردیدند. ساکنان شهر ترسونزاده جشن 27 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای خوب و افتتاح یک چند انشاءات حیاتاً مهم استقبال نمودند. رهبرت شهر ترسونزاده در یک جایگی با صاحبکار محلی عبدالملک باقیوف که یک خانه بلند آشونه ساخته به استفاده داده است به یک عائله جوان عائله رحمانوفا خانه دو حجرگی همچون تحفه جشنی تقدیم کردند. بحر آبادی وطن عزیز یک بینای استقامتی هفت‌آشانه در شهر ترسونزاده ساخته استفاده دادیم. میندار از سرور دولت هستیم که امروز صاحبکاران را اینقدر دستگیری می نمایند و در آینده نیت داریم یک چند بیناهای استقامتی بلندآشانه ساخته به استفاده دهیم. چاله‌بینی ایدانه بخشیده به 27 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ورزشگاه آرینای شهر ترسونزاده با حضور نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مهمانان از جمهوری ازبکستان، کارخانه و تشکیلات، جماعت و دهات و مؤسسه‌های تعلیمی دایر گردید. سلامت رهبرت شهر ترسونزاده مردم کشور و ساکنان شهر و دهات را تبریک گفته قید نمود که باعث سرفرازی است که جشن 27مین سالگرد استقلال دولتی را مردم تمدنساز و آبادگر و زحمت‌پیشه و با فرهنگ شهر ترسونزاده با روحیه بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفته برای بازم تحکیم بخشیدن پایه‌های دولت جوانمان سهم وطن دوستانه خود را می‌گذارند. اینچنین نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان سخنرانی نمودند تمام ساکنان شهر ترسونزاده را از نام اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تهنیت گفته این روز را رمز اتحاد و یگانگی مردم، پیروزی عقل و ذکاوت سالم و تنتنه صلح و ثبات در سراسر کشور ارزیابی کردند. همچنین به طور مختصر درباره دستاوردهای زمان صاحب استقلالی مملکت اظهار عقیده نمودند. امروز تاجیکستان جشن 27 سالگی استقلالت دولتی دارد. ما با تبریک مردم تاجیکستان آمدیم. ما خیلی خرسند هستیم. اینجا مردم ما را خوش پذیرفتند. بسیار برنامه‌های جالب نمایش دادند. این همه دستگیری‌های سروران هر دوی دولت امامعلی رحمان و شوکت میرزیویف میباشد که ما با عیادت یکدیگر میآییم. ما هم تمام مردم تاجیکستان را به جمهوری ازبکستان و مهمانی دعوت میکنیم. بگذار دوستی ما تاجیکان و ازبکان ابدی باشد. برنامه رنگین کنسرتی که از جانب شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده و نزدیک به 3000 خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تشکیل کرده شده بود، پیشکش مهمانان و ساکنان شهر کرده شد. اهل فرهنگ و خوانندگان توانستند با هنرمندی و نمایش‌های خود با جلوه دادن رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان، پرچم و نشان حاضرین را برای وطن دوستی و آبادکاری دعوت نمایند. برنامه کنسرتی که از رقص و سرود و صحنه‌های جالب عبارت بود، پسند حاضرین گشت. واقعا طول 27 سال استقلالیت فرهنگ صلح تاجیکان و صلح و ثبات امروزه تاجیکستان افاده‌گر آرزو و آرمان و نیت و مقصدهای نجیب مردم شریف کشورمان بوده. هر شهروند با ننگ و ناموس را میباید خاک مقدس وطن را پاک نگاه داشته فرهنگ صلح، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حفظ نماید.